به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز، آموزندگان گرامی. درس 14 است از سلسله درس های عربی برای نوآموزان. الفبای زبان عربی حرف شین 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 که آوازی ش را دارد. ش. شمسون 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 آفتاب. شراعون 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 بادبان. انا همین چیز را شراعون میگویند. شراعون یعنی در قایق ها بسته می شود تا که به واسطه همین یعنی به واسطه شمال حرکت میکنه. شراعون بادبان. شرطیون 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 شرطیون. خب شرطیون پلیس یا میلیتسا. شمسون شمسون جمعش شموسون شموسون. شراعون شراعون جمعش اشرعتون 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 یا شرعون و شرعون شرعون. شرطیون جمعش شرطتون شرطتون شرطتون. خب این بود درسی 14. تا درسی نوبتی، خدا نگهدار.